سلام علیکم یار و دوستان. بله همین محترم میمونم برا دوستداران هواداران کانال ما، امروز ما با استادم استاد بزرگم استاد نورانی بله یک چند صحبت میکنیم. بله. شاید استاد شما رو یگان خیلی نصیحت ها کنن، شما میتوانید از نصیحت های استاد کمی هم باشد بهره ور شوید. الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. ای بندگان نیک خدا، من به شما فقط یک دعوا دارم. دعوای ما همین که بسیار 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 اخوان نروید. این دنیای بیفانی است، دنیای بی‌وفا است، فانی است. از این دنیا می رویم، بعد چی میبریم؟ به سوی خداوند بزرگ چی دستاویز میبریم؟ حرکت کنید که بسیارتر کار خیر کنید، بسیارتر خیر و سخاوت کنید، بسیارتر دل یابید. یک بزرگ خدا است که کعبه چی می روی دل را دریاب که حج اکبر است، که از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل کعبه اعمار خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. برای همین باید ما بسیارتر حرکت کنیم که دل به دست بریم که خداوند در دل ما همیشه مهر و محبت را میکارد. دل ما را برای دوستداری برای ما داده، نه برای بدبینی، نه برای غش، نه برای کینه و کدورت. خدای خداوند، ای بندگان خدا، الهیم خداوند بزرگ نگهبانش باشده، قرآنش مددگارتان باشد در همه کار زندگیتان. من برای شما برار و کامیابی ها در بندگی و استقامت در بندگی خواهانم. الهیم در امان خدا باشد. والله اعلم بالصواب. یکی آن نکردم. نور الهی می شود منور چراغ ما، با نور الهی می شود منور چراغ ما، با آب ناب نیکی می شود ثمر آور باغ ما، با آب ناب نیکی می شود ثمر آور باغ ما. ماشاءالله. دامش خب. در دو رنج مردمان می آرند بهر ما عذاب، در دو رنج مردمان می آرند برای ما عذاب. الهیم به هیچ کس نرسد درد و داغ ما. بله، خدا سلامت داره استاد بزرگ. من اندکی هم بود، اگر نصیحت های بود ذره بود، اگر نصیحت های استاد گیرد انشاءالله دستگیری دنیا و آخرت میشه. باقی سربلند خانه آباد باشید. خدا خواهد اگر استاد همین خیلی یک برنامه های آماده کنن، هر هفته یکم بار من برای شما اندکی از همون غزلیات استاد بهر شما پیشنهاد میکنم که تا اینکه شما برنامه های ما هم رنگارنگ شود و شما هم حلاوت بر از سخنان شیرین استاد بزرگوار. باقی سربلند خانه آباد باشید.